از برای خدا یک چیز رو باید قبول بکنید، این رژیم هیچ وقت به دست اسرائیل و آمریکا سقوط داده نمی شود. اصلاً به وجود آورنده نظام ولایت فقیه غرب است. مگر خمینی از کجا آمد؟ مگر از فرانسه نیامد؟ مگر با هواپیمای فرانس ایرلاین نیومد به ایران؟ مگر غرب این رو کمک نکرد؟ ما متاسفانه ما مسلمان ها مشکل داریم. مشکلمون این است که درک نمی کنیم امروز وجود رژیمی مانند رژیم ایران خواسته اسرائیل و آمریکاست، خواسته دشمنان اسلام است. شما تصور کنید این رژیم در این منطقه نباشد دنیا گل و گلستان است. همین حزب الله مگر در طول این 40-50 سال نگهبان مرز شمال اسرائیل در جنوب لبنان بود یا نبود؟ خب اعتراف خود اولین دبیر کل حزب الله میگه که فرزندان ما در حزب الله دارن از اسرائیل محافظت میکنن. بعد هنوزم بلند میشه یک احمق سنی بلند میشه میگه که نه اینا دارن میجنگن. با کدوم جنگ؟ این درامایی که درست میکنن، این تئاترایی که برپا میکنن، فریب اینها رو نخورید. این رژیم رو آمریکا و اسرائیل از بین نمیبره، چون به این رژیم نیاز دارن. درسته گاهی اوقات اگر سرکشی بکنن شاید یک ادبشون بکنه، مثل بعضی یعنی یکی فرزندش مثلا حرفشو گوش نمیده گاهی اوقات میزندش، اما در هر صورت فرزندش هست دیگه، راضی نیست که اون رو بکشه، از بین ببره، از خونه بیرونش کنه. سرکشی کرد، نافرمانی کرد، چند تا سیلی میزنه، شاید دعواش بکنه، اما هیچ وقت از بین نمیبره. این رژیم فرزند اوناست. یا ایها المسلمون، اینو کی میخواید شما متوجه بشید؟ فرزندشون است، فرزند نامشروعشون، و اونها هیچ وقت این رژیم رو از بین نمیبرن. امکان داره پروبالش رو قیچی بکنن، امکان داره ادبش بکنن در جایی، اما بگیم که میخوان از بین ببرن. چرا از بین ببرن؟ از بین ببرن که یعنی هرچه فتنه و فساد و نفاق و جنگ و درگیری و بی اتفاقی و همه اینها از این منطقه از بین برود؟ در اون صورت که به نفع اسلام و مسلمان ها میشه؟ نه خیر، باید این رژیم باشه. بعد این غده سرطانی در بین امت اسلامی وجود داشته باشه. و از زمانی که صفویت حاکم شد در این سرزمین، در ایران، تا امروز همیشه این رژیم هایی که بودن، خاصا فتراتی که به اصطلاح رژیم های مذهبی حاکم بودن، در هر جایی که رژیم های مذهبی رافضی حاکم بوده در خدمت دشمنان اسلام بوده. آل بویه، صفویون، فاطمیون. برید تاریخ رو بخونید از برای خدا. برید یک بار تاریخ فاطمیون رو بخونید که فاطمیون که وقتی که در مصر حکومت میکردن در خدمت کی بودن؟ چه دستاوردی برای امت اسلام داشتن؟ بزرگترین دستاوردشون این بود که قدس و سرزمین شام و غزه و این مناطق رو، فلسطین رو کلاً به صلیبی‌ها تسلیم کردن. و هر وقتی که مسلمان ها میخواستن برای آزادسازی این سرزمین ها بجنگن، اینها در کنار کفار وایستادن و از پشت سر مسلمان ها رو ضربه زدن. مگر صلاح الدین ایوبی، مگر نورالدین زنگی که میخواستن بیت المقدس رو از دست صلیبی آزاد بکنن، چه ضرباتی، چه خیانت‌هایی، چه جنایت‌هایی از دست اینها ندیدند؟ در طول تاریخ کارشون این بوده. مگر صفویت در زمانی که خلافت عثمانی با کفار درگیر میشد از پشت سر حمله نمی‌کردن به اونها؟ مگر وزرای رافضی شیعه دربار عباسی‌ها راه رو برای مغول‌ها برای تسخیر و اشغال سرزمین‌های اسلامی باز نکردن؟ کی می‌خواید این چیزها رو بفهمید؟ نخیر، هیچ وقت این حکومت رو آمریکا و اسرائیل از بین نمیبره، مگر اینکه ملت ایران سر عقل بیان و گلم اینها رو جمع کنن.